میراثی عزیزی عالی سامان دارد. این روضه که نام تاجیکستان دارد. نرم است چو آب و گل دلها خاکش، مردان بزرگی سخت پیمان دارد. طوری که خبر دارید ما دوامی چند روز مهمانی تاجیکستانی برادری بودیم. هرچند سفرمان نه اینکه سفری ایجادی بلکه سیاحتی عائلوی بود. با وجود آن همراهی پسرم داوود جان رحیموف حرکت کردیم. یک چند لوحچه ها آماده کرده پیشکشی مخلصان آریان گردانیم تا که آنها نیز از زیبایی های این کشوری بهشت آسا بهره مند گردند. وقتی که داخل دوشنبه شهر شدیم به اختیار سالهای کودکیم به خاطر آمد که قریب هر هفته روز استراحتی با اهل عائله اینجا می آمدیم و 15 سال قبل نیز با کاری تجلیلی آمده بودم. اما تاجیکستانی امروزه به خصوص پایتخت دوشنبه شهر از آن تاجیکستانی من دیده به کلی فرق داشت. بنیادکاری و آبادانی زیاد عملی گردیده است. شهر قیافه به تمام نوی را کسب کرده است. بیناهای سر به فلک کشیده زیبا، گلگشت و خیابانهای سبز و خرم، راههای آباد و وسیع، خلاص همه‌اش خیلی جالب و دیدنی بود. در واقع در خصوص راههای تاجیکستان علاهیده توقف کرده بر راهسازان متین اراده آن احسن و آفرین ها گفتنیم. نه فقط راههای شهر، تمام آن راهی که ما آغاز از ناحیه ترسونزاده تا پنجکن طی کردیم یگان دغلی و چقرچه نداشت. این بود که ما کفتگی راه را احساس نکردیم. حتی در عقبه در دل کوههای آسمان بوس نیز راه خیلی روان بود. بعد تماشای حصار و دوشنبه با مصلحت دوستان به دره ورزاب برای دمگیری آمدیم. یک قسم راهی ورزاب که راهی پولکی بوده است باز هم هموارتر و روانتر بود. هر یک قسم راه با کیلومترها اشاره شده استراحتگاه‌های زیادی از جانب صاحبکاران اینجا تشکیل کرده شده است. ما در استراحتگاهی نازنین که بین 34 و 35 کیلومتر جایگیر بود استراحت کردیم. از کوه انزاب دریای ورزاب سوی دوشنبه میکند شتاب. بینندگان عزیز، این است آن دریای پرشور و پرتقیان کوهی ورزاب که در دره ورزاب جمهوری برادری تاجیکستان جاری است. نگفته نماند ناحیه ورزاب یکی از ناحیه‌های تابع مرکز در جمهوری برادری تاجیکستان محسوب می شود و این ناحیه سال 1939 تأسیس یافته است. مرکز ناحیه شهرک ورزاب می باشد. در ناحیه قریب 90,000 نفر اهالی زندگی می کنند. مساحت ناحیه 1656 کیلومتر مربع را تشکیل می کند. بسیار آب و هوای فارم، بسیار آب و هوای خوش دارد. البته من این آب و هوا را، این صفای طبیعت را شاید که به شما رسانیده نتوانم، اما میخواستم که کمی باشد هم از صدای پرتقیان همین رود کوهی بهره مند گردید. هوای خوش، طبیعتی زیبا، انسان‌های صمیمی و خاکسار، کوه‌های آسمان بوس، صدای دریای ورزاب خیلی فارم بود. اما میگویند که شنیدن کی بود مانند دیدن. اگر امکان پیدا کردید سیر تاجیکستان نمایید. در جای خوانده بودم که 93% زمین تاجیکستان از کوه‌ها عبارت است. اما چندان باور نکرده بودم. ولی چون تاجیکستان را دور زده اعتبار دادم به این فکت ها و گفته های زیرین شاعر شهیر لایق شیرالی باری دیگر امین گردیدم. تاجیکستان مظهر من، سرزمینی کم زمین، تو سراسر کوهساری، تو سراسر سنگزار، چون که فرزندان تو در طول تاریخی دراز هر کجا رفتند مشت خاک با خود بردند. در داخل کوهساران با تماشای مرغزار و باغراق و چشمه و شرشره و رودهای کوهی مهیار شده چطور تا سرحد ازبکستان رسیدنمان را نفهمیده ماندیم. با یک جهان تأثیرات ها بعد سفری چند روزه خیر تاجیکستان، سلام ازبکستان گویان به سمرقند برگشتیم.
дар ҳамин ҷо бори дигар барои кушода гардидани сарҳадҳои дӯстӣ миёни тоҷикистону ӯзбекистон ба сарони оқилу одили ҳарду кишвар ба президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ намуда зиндаю поянда бод дӯстии халқҳои тоҷику ӯзбек мегӯем.